نقش دوری هفت رنگی چکن از گذشته در دور شهری فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن در شهر دوشنبه روبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نمایندگان وزارت و اداره‌ها دانشگاه و دانشکده‌ها بانوان و زنان فعال پایتخت اشتراک نمودند. باعث خرسندی است که این نوع صنعت گلدوزی تاجیکی از جانب یونسکو بر روی خط میراث فرهنگ غیرمادی بشریت وارد کرده شد. صنعت گلدوزی در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کل ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته است. بازیافت‌های باستانشناسان منطقه‌های آریایی نشین گواهی می‌دهند که مردم تاجیک و اجدادان او به متاعهای گوناگون گلپرتایی و گلدوزی می‌نمودند که آن بین دیگر خلقیت‌های قدیم معروف و مشهور بود. معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبر رحیم چورابینی را افتتاح نموده ذکر کرد که مقصد اساسی برگزاری فستیوال بلند برداشتن احساس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی به حساب می‌رود. لازم به ذکر است که بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی، سرعت و صفت تازه بخشیدن به استحصال متاعهای گوناگون ملی از قبیل چکن و چکندوزی، سوزنی‌دوزی و گلدوزی، چیتگری، اطلس و ادرس بافی، دوختن توقی و جزدانها و دیگر نمودی چهوری هدف دیگری فستیوال می باشد. فستیوال شهری از بخش‌های گوناگون از جمله نمایش لباس‌های قدیمی چکن، نمایش لباس‌های کودکانه، نمایش لباس‌های روزمره، نمایش لباس‌های مراسمی و عیدانه، نمایش لباس‌های رسمی و نمایش نوع‌های گوناگون سوزنی‌دوزی عبارت بوده از جانب زنان و بانوان پایتخت پیشنهاد کرده شد. در انتهای چورابینی اشتراکچیان با افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند. باید گفت که در فستیوال برنامه فرهنگی فراغتی با سرود و ترانه و رقص‌های دلنشین در اجرای هنرمندان که هر یک افاده‌گری صنعت و هنر والای تاجیکان و نشانه ذوق بلند زیبایی پرستی ملت تاجیک بودند پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد.